فرزندار همسراتون بروید تبریک نین و از احکام روزه و آمدن ماه مبارک رمضان تبریکشون کنید. وقتی هشتمی مرد می شود همسراتون ناگفته میره تبریک میکنید. رمضان آمد بره برای آنها تبریک نین، حکم خدا هست، رحمت پروردگار آمده است و برایشان بفهمونین که چنین وقتی مقدس و رحمت الهی و یک زمانی هست که هر نفسش فرصت است برای مغفرت گناه. یک نفست به استغفرالله نرود که دیگر رمضان دیگر دست نمی‌یابیم. خب ششم وقتی که روز اولی ماه رمضان باشد به همه کلندرهایی که در نمازها هستند راستی من اعتبار ندارم، شاید بعضی کلندرهای باشد که من ندیده باشمشون. خب این کلندری که از مسجد ما چاپ می شود وقتهای نماز است. در این فقط وقتهای نماز، مثلا نماز فجر نوشتگی است. در بعضی کلندرها سحور گفته وقتی بسکنی روزه را نوشتگی است. اما شما در هر کلندرهایی که وقتی نماز فجر نوشتگی است 20 منوت کمترین 20 منوت پیش از وقت نماز فجر سحری خوردن هم بس کنید. اگر در خواب مونده هیچی نخوری، هیچی ضرور نیست که انسان به یه روز گشتگی هیچ نمی شود. خیسی از خوابت نیت کن. اگر انسان هست که همراه همسرش یگان علاقه جنسی کرده در خواب موند، روزه او را باقی ندارد، میخیزد غسل میند، وقتی شستن دهانش احتیاط میند که آب فرو نبرد، باقی مونده بدنش میشود، روزه او صحیح است، درست است. همون طریقتی میستد. های من گفته اینقدر خستم با نخرم چی میشود گفته اینجا این سال روزخور میشود که 20 منوت پیش از نماز فجر بست نکند دانسته در اینجا انسان روزش خوردگی است. اگر دستنای روز هر حالتی که باشد که نافهمیده چیزی خور روزه او درست است، اگرچه آن قدر بخورد که سیر کنه درسته روزش، چون که نفهمیده است. این چیزهای اصلی است و آن چیزی که باقی مونده مسئله های روزه هست انشاءالله جمعه هایی که از پیش می آید و حیات باشیم بیان میکنم. انسان هایی که برای اونها عذری شرعی هست، شخصی مسافر، شخصی دردمند، زنی حامله دار، هر سه همین ها در هر کجای هستن از نزدیکترین علماشون بروند سوال کنن به کدام اندازه را بیماری او هست طبق گفته خودش فتوا میگیرد. دوبار دل سیخ بزنم گوه من مزم نیست باید روزه را بخورم، این خیلی نیست. روزه این چیزی احکام الهیه به هر گونه خود افریم نکن به همون اندازه خودش. حتی در یک حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که روزه بگیرید، روزه سلامتی شما را فایده دارد. بیه بس که مو خبر روزه و ضرر آن گفته و پرت مکر سخن رسول خدا را بخفید که روزه در سلامتی انسان فایده دارد. حتی برای یک انسانی به نقص و به درد فربه باشد یک فایده شیره که او را به خودی میکنه وقتی که روزه داشته باشد. اینم نعمت خدا است. آخر آدم‌ها چند کیلومتری میدارن خراب نمیشن، دو روز روزه دارن سرکه حالتش دیگر میشه. برای همین کوشش کنن اگر انسانی که به همین اندازه بیمار هست، مثلا یک بیماری هست برای اجازت نیست فتواش میتید مولای محلش یا قاضیش، اما طلب میکنم پیش انسان‌های فتوا طلب کنی خشون به سواد باشن. یک انسان اومد اون روز همسرش نکاح کرد، یک ملا بچه میگه نکاح کرد، یک شاهد بوده است نکاحش، و یک شاهد نکاح درست نمیشود. چی زنا کنه چی نکاح داشته باشه. پیش انسانی رفتن در کارگاه خودش در فتوای خودش داند چی گفته ایسان. برای همین اگر این بیماری ها باشد اسلام اجازت دادگی با فدیه معین کردگی هست. میآید سوال جواب میکند، فدیه روزه چنده که میشود میدهد با روزهای دیگر میگذروند. اما شخصی که مسافر است طبق مذهب حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها اولا این است، بهتر این است که شخصی مسافری که در حالت سفرش عذاب نمیکشد روزه‌دار باشد. سه مذهبی بر حق، یعنی جمهور میشود دیگر. فقط امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گفته که وای روزش اخره بهتر است. نه که جمهور علما سفری که مشقت نیست، مثلا سفر 2 ساعته در عملیات باشه چی میشه خدا رو هر جایی که برای روزه‌دار باشه بهتره. اکنون دعا کنید که پروردگار